عزیزان من، انگار نشستم روی جای خیلی مرتفع و بلندی و دارم یه منظره که همه چی توشه دارم نگاه میکنم. این منظره کاملا گذشته منه. همشون رو نگاه میکنم، مرور میکنم و قصه نمیخورم. به خاطر اشتباهاتم خودم اذیت نمیکنم. اشتباه کردم. اصلا این منظره همش اشتباهست. مثل که یه نقاشی بخواد یه منظره اشتباه بکشه یا اشتباه کنه یه منظره بکشه، اینطوری بهتره. این منظره که من نگاه میکنم کلن اشتباهه. از روز تولد اشتباهه تا وقتی که فهمیدم شعور ندارم. تازه نه که الان دیگه اشتباه نکنم. وقتی به این چشمانداز نگاه میکنم، از اینجا نگاه میکنم، از اینکه قصه نمیخورم، از اینکه درد نمیکشم، خیلی حس خوبی دارم. خب چرا درد نمیکشی؟ مگه تو بیاری؟ نه، درد نمیکشم چون که به خاطر اون گذشته است که من امروز حس خوبی دارم، با تمام داشته ها و نداشته ها، با تمام اشتباهاتی که دوباره دارم میکنم. زندگی یعنی این. برای من که از یک خانواده ناکارآمد بلند شدم اومدم، این زندگی برای من بسیار عالیه. چرا که کسانی که از خانواده های ناکارآمد میان نمیتونن خودشون قبول کنن. یه دونه موی سفید نمیتونن تو سرشون قبول کنن. اگه یه ذره کج را برن که علامت پیری باشه نمیخوان قبول کنن. حالا فرق نمیکنه چه زن چه مرد، سعی میکنن خودشون اینطور نگه دارن که آره ما هنوز جوانیم. و این درده که من این درد دیگه ندارم. من 72 سالمه و بسیار خوشحالم که تونستم اینقدر سن کنم. سن من اینقدر بشه، کردی دارم میگم. 72 سال من گذروندم، رسیدم اینجا و اینجا برای من این مناظر لحظات من شیرین میکنه. یعنی وقتی میشینم روی بالکن نگاه میکنم، خودم میبینم و بالاخره همیشه که نیست، ولی گاهی میرم این مناظر رو نگاه میکنم، فقط مناظره، و بعد میبینم که الان دارم چه کار میکنم. میبینم الان با تمام درد و رنجی که وجود داره، مگه میشه تو دنیا درد و رنج نباشه برای کسی که از این خانواده آشفته و ناکارآمد میاد؟ همیشه هست، چون که بلد نیستم غذا بخورم. یک عمر نمیدونستم، اصلا من نمیدونستم غذا خوردن یعنی چی، معنیشه نمیدونستم. وقتی که یه جا نظری میدادم میرفتم تو صف، نظرش میگرفتم میخوردم، با خودم میوردم خونه میخوردم، یه کسی یه بسته چیز تعارفم میکرد میخوردم، اصلا نگاه نمیکردم این چیه من میخوام بخورم. و این دیدگاه من که دارم گذشته خودم نگاه میکنم، میبینم امروز خیلی شیرین زندگی میکنم. اون چیزی که من میخورم میدونم چیه، چون من بیماری گرفتم، اینقدر افراط و تفرید داشتم. وقتی که گرسنم بود که همیشه بودم گشنمه، وای گشنمه، دارم میمیرم، این نمیخوردم اون نمیخوردم، ناپلونی میخوردم، دیگه چی میخوردم؟ نمیدونم، ناپلونی میخوردم، ناخامه‌ای میخوردم، خیلی چیزایی که اصلا جز غذا، مواد غذایی تأمین کننده بدن نبود میخوردم و کیف میکردم، خودم آروم میکردم، به خودم گفتم آروم آروم، بیا بخور اینا رو بخور.
ولی امروز با غذا خودم آروم نمی کنم. من آرومم، نگاه میکنم میبینم با غذا چه صدماتی به بدنم زدم، چه وزنی اضافه کردم، چه بیماری هایی گرفتم. خب امروز با همون روش برعکسش دارم خودم درمان میکنم. پیری یعنی این که تو سالهای پشت سر گذاشتی و اون سالها داره امروزت میسازه و از پیری لذت میبریم. ولی به ما گفته بودن چی؟ گفتم پیری یعنی بدبختی، ذلت، ناتوانی. اینجوری نیست. درون همه ما، الان درون من، بذار خودمه بگم، یه دونه کودکه که خیلی شاده، هنوز اسباب بازی میخواد، هنوز سرسره میخواد، هنوز گلش خوشگل میخواد بذاره تو سرش، هنوز میخواد بره بگرده، همش میخواد بره تفریح کنه، همش میخواد بره. اون کودکه درون من، یعنی دوستان حالا نمیدونم چند سالته داری این بحثی که دارم امروز کردم داری گوش میدی، نمیدونم چند سالته، هر چند سالت که باشه یکم برگرد به خودت، ببین داخلت چیه، اصلا چی اتفاقی افتاده. اگه مثلا 10-20 سالته یا اگه 70 تا سن من تا 72 سال، بیشترش نمیتونم بگم، بذار اگه شدم 80 و 90 و 100 و 150، امیدوارم، دوست دارم، یعنی میخوام همه رو تجربه کنم. یکی از عزیزای من میگفت، من گفتم که اگر من توانایی فکریم از دست دادم، توانایی جسمیم از دست دادم و نتونستم دیگه زندگی کنم، من نگه ندارین روی تخت، یه آمپول بزنین منو بکشین. ولی من میگم نه، من میخوام تجربه کنم، حق من تجربه کنم، همه رو تجربه میکنم تا هر سنی و تا اونجا که امکان داره سعی میکنم که خودم سالم نگه دارم و از پیری نترسم. پیری ترسناک نیست. از جوانی به ما گفتن پیری ترسناکه، از جوانی به ما گفتن پیری زشته. پیری نه ترسناکه نه زشته، چون الان داخل من، توی قلبم، توی وجودم یه کودکه، همون بچه‌ای که 6-7 سالش بود، 8 سالش بود، تو آبادان با یه دونه تاپ، یه دونه شورت، لخت توی تابستون، تو حتی وقتی بارون می اومد میرفتم سر بمبو آب می آوردم. همونه. بعد همون موقع دلم مثلا یه دونه از عروسک‌ها میخواست که یه چوبی بود زده بودن توی عروسکی که پیرن داشت، همیشه دلم از اونها میخواست. من هنوز همونم، منتها الان دلم دیگه شیرینی نمیخواد، الان دلم چیزایی میخواد که بدنم بهش نیاز داره و فقط تأمین کنم، بدنم تأمین کنم که بتونم زندگی کنم. غذا رو میخورم که، البته من فقط غذا میخوردم که لذت ببرم، چون من از زندگی لذتی نمیبردم، چون زندگی من پر از رنج بود، پر از درد بود، پر از کنترل بود. هم کنترل میکردم هم کنترل میشدم، همش حواسم به این و اون بود که قصه نخورن، کسی ناراحت نباشه. امروز اینطوری نیست. امروز فقط حواسم به یه نفره، فقط به خودم، چون توانایی ندارم. تازه به خودم هم تازه اونطوری که میخوام نمیتونم رسیدگی کنم، چرا که از جوانی من اون آگاهی نداشتم. ولی باز هم خیلی عالیه که به جایی رسیدم که میتونم احساس خوب داشته باشم، امید داشته باشم، امید به زندگی داشته باشم. الان که دارم ویدیو میذارم مثلا دندونام نگاه میکنم، کیف میکنم. خب من دندونای سالم دارم، میتونم غذایی که برای بدنم مفید بخورم، من فکر سالم دارم، فکر ناسالم دیگه ندارم. فکر ناسالم بر اثر ترس میاد، من دیگه از کسی نمیترسم، دیگه کسی نمیتونه بخواد بترسونه. بعدم حالا که پیر شدیم رهامون کردن، وقتی که جوون بودیم و این درد داره. نمیخوام بگم که مثلا مسئله ای نیست، چه اشکالی داره، ولی درد داره، درد داره. وقتی که جوون بودی
الان دارم هم تو دوباره برمیگردم رو بالکن و اون منظره رو نگاه میکنم، یه دختر جوون و زیبا که پر از تمام احساسات جوانیه، همش سرکوبش میکردن. سرکوب. نمیشه، نمیتونی، نباید، نکن. و همون داستان همین الان هم ادامه داره. فرق نمیکنه تو روستاهای ایران باشی یا توی پیشرفته ترین کشور دنیا باشی، هیچ فرق نمیکنه. وقتی تو نفهم باشی نفهمی. وقتی نفهمی با بچت چطوری ارتباط برقرار کنی و خواسته هاش احترام، نه فقط بچه، احترام به دیگران. میدونی چیه؟ احترام به دیگران یعنی اینکه خواسته هاشونه اگر نمیتونیم پاسخ بدیم منفی بافی نکنیم، اذیتشون نکنیم، رهاشون کنیم. مثلا من این همه من اذیت کردن، اینجا دلم سفر میخواست، دوست داشتم تنهایی، اصلا خیلی دلم تنهایی میخواست. بعد بودن تنهایی یه چیزی رو سرشه، یه چیزی رو سرشه، یه کاری میخواد بکنه. من اینطوری بودم، من میترسیدم، خودم خیلی میترسیدم. و این زندگی که ادامه دادم همش روی ترس بود. من میترسیدم از همسرم، میترسیدم از جدایی، میترسیدم اگه جدا بشم دیگه خیلی بدبخت میشم، چون همسرم میگفت اسپندود کن میشی، نمیدونم بدبخت میشی، تو اگه جدا بشی اینجوری میشه. خودش میفهمه که من خوشم نمیاد باید جدا بشم. اما خب دیگه وایسادیم، 42 سال طول کشید، تمام یعنی دیگه همه موهای سرم سفید شد. اومدم و خوشحالم که اومدم و دوست دارم پیامی داشته باشم برای کسانی که میترسن. توی یک زندگی مثلا داری زندگی میکنی، با همسر زندگی میکنی، با بچه ها دارین زندگی میکنین، یعنی از مرگ بدتره. بابای یه طرف، بچه یه طرف، مادر یه طرف. یعنی به نظر من اگه بگن شکنجهگاه کجاست، من میگم یه اون تو شکل خانواده‌ای که مثلا دوست نداری توی زندگی باشی ولی به اجبار وای میسی، 1000 تا بهانه داری که وایسی. و به نظر من هیچ اجباری نبود. من اجبار من فقط ترسم بود. از خیلی چیزا میترسیدم، از ناشناخته ها میترسیدم. بعدم من از آدما ترسونده بودن، من از آدما میترسیدم، در صورتی که دنیا جای امنیه، دنیا جای دوست داشتنیه. اصلا آدما ترس ندارن، اصلا ترس ندارن. تو وقتی از آدما نمیترسی، آدمایی سر راهت میان که تو رو حمایتت میکنن، به تو عشق میدن، عشقای واقعی. ولی وقتی میترسی مجبوری عشقای دروغی قبول کنی. و به این شکل آدم عمرش میگذاره، عمرش میره. عمر که میره دیگه، اصلا تو بخوای نخوای عمر میره. من امروز زندگی کردم به یه روز به مرگ نزدیک شدم، این یه چیز طبیعیه. ولی اگه بفهممش، یعنی صبح که بیدار میشم بفهمم یک روز دارم به مرگ نزدیک میشم، امروز میچستم باش زندگی میکنم با تمام کمبودها. مهم نیست، مهم اینه که من امروز زندم هستم. یه عالمم امید دارم، میخوام همه کشورها رو بگردم، میخوام برم دور دنیا رو بزنم و این امکانات فراهم میشه. کارهایی که توی جوونی نتونستم، یعنی من حبس کرده بودن، نتونستم انجام بدم، الان خب بنا به دلایل نمیتونم 100% انجامش بدم. دلایل زیادی، یکی که مثلا من ایرانی هستم، پاسپورت من هیچ اعتباری نداره. یکی این که بالاخره من اصلا راجع به هزینه خوشم نمیاد بگم، چرا که من فقط کافی یه قدم بردارم. این کارم میکنم، یکم حال ندار بودم، حالم خوب شده، قدم برمیدارم، یه قدم برمیدارم، قدم بعدی رسیدم یه شهر دیگه و من میتونم بگردم، میتونم هیچ بهانه‌ای نداشته باشم، چون بهانه آدما رو میکشه. با بهانه آدما میمیرن، با انتظار.
انتظار این که کسی بیاد به من سر بزنه، کسی بیاد منو ببینه، کسی بیاد منو دوست داشته باشه، کسی بیاد به من کمک کنه. اصلا اینطوری نیست. یه قدرتی توی این جهان هست، یه قدرتی که من ازش دارم انرژی میگیرم و من دارم زندگی میکنم و از زندگیم لذت میبرم و امیدوارم. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم خیلی خیلی امیدوارم، حس خوبی دارم و بهتون میگم که دنیا پر از کمی و کاستیه. با همونا زندگی زیباست. اگه اونا نبود که زندگی زیبا نبود. منم دیگه این منظره رو میخوام ترک کنم. هر چیزی که به نظرم اومد براتون گفتم تا مرحله بعدی که دوباره بیام و براتون صحبت